نعم امام بخاری رحمه الله، نعم امام البخاری رحمت الله علیه تعلیقا روایت کردگی و اصل حدیث امام ابو داوود و امام احمد روایت کردگی این حدیث. بخاری رحمه الله تعلیقا میبرد و میگوید که ان جابرا رضی الله تعالی عنه ابتاع جملا فارتحل به الى الشام لیسمع حدیثا واحدا. یعنی جابر رضی الله تعالی عنه شتور خرید، شتور میخرد. شتور برای چی میخرد؟ تا که شام برفته یک حدیث شنیدم به. ها یعنی چه؟ شام برفته، شام از مدینه تا شام 1000 کیلومتر رفته اومدن، 2000 کیلومتر برای یک حدیث چی میرد؟ یعنی دمشق رفته میبیاد. نام دمشق با اومده خانه که میبیاد خانه عبدالله ابن انیس رضی الله تعالی عنه میبیاد. وقتی که میبیاید عبدالله ابن حنیس یعنی نام خادمش میبرد، میگوید که صاحبت بگو که بالایش دورنده، صاحبت بگو که جابر نزد دربه در آمده. وقت میگوید و ابن اونیس خورسان شده میبرد، معانقه کرده جابر خانه به در اوگد که میگه حتی در آمدن وقتم نیمن مدینه با برمیگردم. من اومدم تو که از تو یک حدیث شنیدم، حدیث مظالم. حدیث چیه؟ مظالم شنیدم. اومدم ترسیدم که تو هم من پیش میموری یا که من از تو پیش میمورم، همین حدیث ناشنید میمورم. گفتم ترسیده همین حدیث شنیدم اومدم. سبحان الله. ها یعنی حرص بینید، یعنی امروز سبحان الله نعم یعنی برای یک حدیث یعنی چی میشه شام بمیرد. امروز مثلا چی مدینه اند ایستاده یعنی چی وای غفلت اند. هم مدینه اند می ایستاد یعنی همین قدر درس ها میشه، یعنی نزد مشایخ ها درس ها مثلا چی وای یعنی چی وقتم نیست، کذا نیست. حتی چی اومدگی اینجا؟ چی اومدگی؟ آخر یک خروجی نتا گرفته دیگه جو رفته کار کنه نمیشه، آخر یک جای دیگه کسب سپر. دیروز شیخ عبدالله بخاری میگوید که نعم الذي يسكن في المدينة ولا يستفيد من العلوم من نعم المشايخ ومن أهل العلم هذا ما يستفيد. کلام فارغ میگوید، هذا كله میگوید. یعنی مدینه ده ایستوی میگوید یعنی چی؟ از اهل علم و از درس های از علم یک بهره نگیری، یعنی این چیز چی فایده میگیری؟ یعنی چی فایده میگیری؟ یعنی چی فایده میگیری؟ یعنی اینجا استوده چی فایده های تو به اینجا؟ ها بدرا پی زندگی دیگر جا رو آخر شو میگه خودت فریب داده، دیگرهای فریب داده، مثلا جنده استوده نمیخنه. یعنی قدر نعمت نفهمیدن مثلا، یعنی همین قدر نعمت عظیم مثلا نعمت یعنی دیده استودید که روی زمین اند مثلا حاضر خیلی جان نیست همین خیلی یعنی روی زمین اند مثلا حاضر یک علم صریح، یک جایی که امن و امان و علم صحیح خاصتا این خیلی جای روی زمین اند نیست گویی خطا نمیکنه و این نعمت دائمی نه. یعنی اینم اینجا مثلا ابدی نه. نعمت مثلا چی وای لا یدو مثلا این چیز یعنی از این چیز یعنی دنیا جایی که توف کرده بالای دنیا به میافتد یعنی هم خیلی نه. یعنی هم به چی میگن یعنی لا کل نعمت لا تعد شکرها فهي بلیه علی صاحبها. همین آدمایی که برادرایی که قدر همین چیز دونستن سبحان الله وقتی که مدینه میبیاین یعنی سبحان الله حتی خواب یادشون برآمدگی که یعنی گریه و چیه یعنی این غنیمت گفته. لیکن اینجا مدینه اند این کور مثلا چی از این چیز بیخبر. یعنی والله حالت من دیده میترسید که من به سبب همین یک مصیبت نبیاد یعنی سری اومد بگفته یعنی واتقوا فتنه لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصه. فتنه ترسید که این فتنه که بیاد سری خاص به نمیاد، آخر فتنه هم میگیرد هم به یعنی اینهای از دستش کشاله میکنید. یعنی میگید که آخر تو میگید یعنی مدینه رسول صلی الله علیه و سلم بین مشایخون دی بین اهل علم دی، یعنی حتی مثلا درس های اهل علم میشد مثلا یعنی مجبورش میره آخر اند اشتگی مثل یعنی کرسی شیخ عباد بوده سوال موسی فیدا میشد که تسبیح گرفته مثلا نه تسبیح چیکار میشه چی گفت شیخ عباد این یک وادینده شیخ عباد یک وادینده میبیاد نه دفترش نه کتابش نه یک قلمش نه یک مراجعه میکند یا یک چیز میپرسد مثل همین مثلا چه موسی فیدا هم پیشا مثلا موسی فیدا میشدن میجنده درس شیخ ابوبکر جزایی رفته میجنده مثلا چی وای اب بیکاری سرخوری میگن که یعنی مثل همین خیله ها یعنی مثل همین یعنی درویش و ایکو مثل همین ها با این حالتش. یا تو اینجا برای طلب علم اومدگی یک جدی اجتهاد کنی، دفتر کنی، قلم کنی، کتاب مثلا یک مراجعه مثلا یا دو تا جمع شد مباشرتا سر شد کذا شد. یا اخی این چی میگیری از این چیز؟ چی میگیری یعنی چی میگیری دنیا؟ سبحان الله تو دنیا میگویی فردا میگویی هفته میگویی ماه میگویی نمیدونی که ملک الموت پیشت انده. ملک الموت پیشت ممکن همین شب آخرین شب یعنی الله علم یعنی ما همه حرمند خود هر نمازنده جنازه های همین خیلی نه جنازه های
20 ساله 30 ساله 50 ساله 15 ساله یعنی خیال میکند که انسان یعنی این مرتاگی از دیگه سیاره آمدگی آدم مرتاست. یعنی ما از دیگه سیاره که ما به داخلش دی یا اخی امروز مثلا جنازه خوندن فلان بمی فردا فتوا میخونن همین چیزه نوبت تو میبیاد. یعنی تو همین آدمی که امروز باز خفتنان خوندن که جنازه یعنی اموات به مثلا یعنی فردا همین از جنس تو بشر همین تو باید ها همین کی میگو همین از کجا میدونست که میمرد همین روز یعنی همین خنه یعنی این مثلا اینجا استوده مثلا پیش پلان های نقشه ها میکشد نمیند که پیشنده کی استوده است ملک الموت مثلا چای روحش گرفتن به تیار. یا اخی یک چیز فکر کن که یک چیز آخرت به فایده شود سبحان الله قبرت ای پیشنده روز قیامت ای پیشنده اینقدر یعنی این غم و هم دنیا اینقدر اعوذ بالله مثلا این نمیشد نمیشد این غنیمه فکر این نعمت عظیمه که های این نعمت آدم مثلا چای یعنی دست نمیتیاد. یعنی دنیا بین دنیای ابن القیم رحمه الله اجتماع جیوش الاسلامیان میگه نعمت دو خیل النعمه مطلقه های و نعمه مقیده های. نعمت مطلقه این چیز مثلا هم به ایجاد ما به سوال میشه کافر به نام یعنی الله سبحانه و تعالی نعمت میتیاد یا نه ها یعنی ما اصول ثلاثه میخونه میگویم که یعنی چی و اذا قیل من ربک فقل ربی الله الذي ربانی و رب جمیع العالمین به کفار به الله تعالی یعنی نعمت داده یا نه ها داده یا نداده های هم نمیگیم نه هم نمیگیم برای اینکه نعمت دو خیل نعمت مطلقه های نعمت مطلقه یعنی چیزی که نعمتی که سرحد ندارد آخر ندارد ها سرحد ندارد این تمام نمیشه این ابدی نعمت ابدی دنیای و قبر و آخرت هم همراه توی نعمت. این نعمت چیه این نعمت قرآن سنت این نعمت علم صحیح این نعمت اسلام سنت قرآن سنت این نعمت از همه بزرگترین نعمت. همین نعمت ما نمازی که همین نعمت نپرسی نمازت باطل میشد. برای چی؟ برای که میگیم نمازی که نمازت نمیگویی که نعم اهدنا الصراط المستقیم صراط الذين انعمت عليهم نمیگویی نمازت چی میشد؟ باطل. یعنی ما بر راه نشونته راه همونهایی که همونها به تو چی کرده؟ نعمت داده. کی همونها؟ سوره نیسان در تفسیر همینها اومد. الله تعالی میگوید که و ما یطع الله والرسول فاولئک مع الذين انعم الله عليهم من النبیین والصدیقین والشهداء وحسن اولئک رفیقا. ها اذن که باید چهار صنفای ها یعنی همونهایی که الله تعالی نعمت مطلقه به ها بداد و ها که هایند انبیاها صدیقها شهدا و صالحا. همین نعمت ما میپرسیم همینا به الله تعالی نعمتی چی داد؟ نعمت اسلام سنت منو بداد. ها همین نعمت بزرگترین همین به الله تعالی چه گفت سوره یونس انده نعم همین یعنی چه گفت این فضل و رحمت الله تعالی فبذلك فليفرحوا. ها قل بفضل الله ورحمته فبذلك فليفرحوا. یعنی فضل و رحمت همین چیز به خرسان شود. الله تعالی خرسان شدگی های دوست نمیدارد بعد میبیند چه گفت الله تعالی همینایی که دنیا بشوده یعنی قصه قارون اند وقتی که قارون مثلا دنیا داد الله تعالی یعنی همین خیل بایگری داد که بایگریشه یعنی چه یعنی اول عصبه یعنی هم پهلوان های زمان شبدگی 60 نفر کلید های خزینه‌اش گرفته میگشتن فقط کلید خزینه اول خزینه خودش هم چی بود یعنی خرسان شد که اهل علم چه گفتن خرسان نشب که الله تعالی خرسان شدگان رو چه دوست نمیدارن. برای دنیا برای این چیز خرسان شوی یعنی این چیز لایق خرسنده نه این دنیا لایق خرسنده نه اقسم بالله که این چیز یعنی هم به چی به خرسان شو گفت الله تعالی نگرد چی به فضل الله تعالی بیان رحم ابن قیم که اهل علم تفسیراشون بین دو چیز تاب میخورد این چی بده یعنی اسلام سنت قرآن سنت بیانه. ها همین علم صحیحی که تو بداد همین چیز به خرسان شد همین چیزی که خرسان شده همین چیز چنگ زن بدندانت گزدگیر این چیز علم صحیح شرعی این چیز ها علمی که قرآن سنت با فهم صحیح میفهمی. قرآن اند چی سوره های نوم همین سوره نحل میگن سوره نحل یعنی زنبور ها یعنی از خاص بدنش یعنی از زنبور چی خدر ما فایده میگیریم عسل مثلا نه عسل شفا هر یک کسلیبه یعنی همین سوره اند الله تعالی نعمت خوش بیان میکنه در نعمت عسل و نعمت یعنی حیوان های تیار کردیم و اسب و خر و گاو و آهن همین به این سوره بعضی اهل علم سوره نعم میگفتند سوره نعمت ها می نامیدن این سوره بدايه من سورة چی میگه الله سبحانه و تعالی انه لا اله الا انا
فتقون. یعنی الله تعالی فرشته هاش انبیاها به میفرستد و یا به چی میبیاین؟ یعنی به همین کلمه میبیارن که همین خلق به انذار کنید رسون که لا اله الا الله رسونید. سفیان ابن عیینه رحمه الله گفتیم که الهلالی ابو محمد المکی میگوید که بزرگترین نعمت روی زمین انده صحیح فهمیدن کلمه لا اله الا الله محمد رسول الله. بزرگترین نعمت روی زمین انده یعنی چیوای علمین کلمه صحیح فهمیدن. یعنی از این کلونتر دیگه نعمت نمیوب. یعنی این علمین نعمت مطلقه ای که ابدی همراه خودت قبرت انده. یکم سوالی که میشد چیه؟ یکم سوالی که میشد یعنی نمیگون که چند قدر پول داری، طلا داری، نقره داری، ماشین داری. گفته چی میگون؟ من ربک، من نبیک، ما دینک. علمین چیز سه چیزه میپرسن و قیامت تو قبرت و دنیات از همین چیز وابستگی تو داره. فهمدید؟ همین نعمت. انا از همین جهت گوید که کافر به الله تعالی نعمت نداد گوید خطا نمیکنید. فهمدید؟ دویم نعمت مقیده. مقیده یعنی چی؟ قید، آخر دارد، سرحد دارد، ابدی نه وای نعمت. فهمدید؟ وای نعمت ابدی نه. یعنی این چی؟ مثل چی؟ مثل بایگری، سلامتی، تندرستی، فرزند داشتن، زن داشتن، الجاه، ابرو، همین چیزا. اینا همش چی؟ ها؟ وظیفه، بایگری، طلا، نقره، اسب و خر و شتر، همین چیزا. یعنی اینا چی؟ از این جهت گویی که کافر به الله تعالی نعمت داد گویی خطا نمیکنی. نگرید این همه مشترک، کافر، مسلمان، بر، فاجر، همه صالح و طالح و مجرم، یعنی همه به الله تعالی نعمت داده کی. و این نعمت چی؟ لیکن مقید. این نعمت یعنی چی؟ امروز است فردا نیست. سوال وقت. ها؟ کنده میشد. خلاص. اگر تو کنده شوی نخواهی وای تو کنده میشد. ها؟ اگر از دست نمونی خودش از دست برآمده میرد. یعنی اگر وقتی که میموری خلاص باید که خلاص میگن از دست کشیده میگیرن. یعنی اگر نگویی مثلا چی از دست ها میگن خلاص مردی که جا میبریم بالات. ها؟ اگر وقت چند نمونی اكو کشیده میگیریم از دست. ها یعنی نمیتوی میبری همراه خودت. یعنی قبر بیانه نمیشد بردن نگاه شطوری گوبته. هم خیلی یعنی هم به یعنی انسان مثلا چی میکند؟ یعنی هم وقتی که دارد مثلا توانایی که دارد همین چیزی یک چیزی یک خیر به یک چیزی برکه به یک چیزی که یعنی یک نم خیر بیارد تو باخر. یعنی انسان که مرد چی میمونه؟ سه چیز میمونه. از همه بزرگترین سه چیز چی وای؟ علم ينتفع به. علمی که مردم از تو یک فایده میگیرد. یعنی خیلی یعنی خاصتا همین جنده این یعنی هر یک لحظه هر یک دقیقه انسان چه علم صرف میکند. علم چی میکند؟ یعنی صرف میکند. یعنی همین نام سحرای شبای جایی که باشه راه نزد اهل علم، طبعا نزد علماهایی که مشهور یعنی اهل طلاب علم یعنی علماهای اهل سنت هر کس بنه یعنی مانوش یعنی نزد صوفی مجهول مثلا کسلای نزد یا بنه نزد چی یعنی نزد اهل سنت برفته. یعنی هر وقت تا چی هم چیز بگذرون. نعم. اذا یعنی چی میکند؟ یعنی جابر رضی الله تعالی و ارضاه چی مثلا چی میکند؟